سلام دوستان عزیز و درود فراوان برای حضور شما و برای این برنامه‌ای که ما شروع کردیم با مبحث دیگری در رابطه با آزادی از اعتیاد خدمت شما هستیم. من ادریس هستم و کارشناس برنامه روانشناس ما ایوت اینجا هستن و میخوام که ایشون هم سلام و درودهای خودشون رو نثار شما بکنن. سلام ادریس جان و سلام درود فراوان به تماشاچیان عزیز. خیلی متشکر هستم که برای بار سوم به من و به ادریس عزیز اجازه دادین که در خانه شما باشیم و درباره مسائلی صحبت کنیم که در هر خانه‌ای، در هر مکانی، حتی در یک کوچه و محله این ناراحتی وجود داره و در زمانی که زندگی می‌کنید درباره یک شخص محتاج شنیدید. امروز می‌خوایم مبحث ما رو بیشتر عمیق‌تر بکنیم. اول با مبحث پزشکی شروع می‌کنیم و بعد به مبحث عاطفی، روحی، روانی و با روحانیت تمام می‌کنیم. اینجور که من اطلاع دارم مبحث امروز ما رهایی از عادت، چرا مردم در اعتیاد خودشون باقی میمونن و چرا آزادی از اعتیاد بسیار دشوار میباشه. حالا رهایی از عادت، چرا مردم در اعتیاد باقی میمونن؟ ایوه جان میشه درباره این مبحث شروع کنیم که مردم چرا در اعتیاد باقی میمونن، با اینکه میدونن چیز معضل بدیه، با اینکه میدونن تمام زندگیشون رو از دست میدن، با اینکه میدونن مشکلاتی در زندگیشون دارن که واقعا اونا رو اسیر خودشون میکنه و خیلی مسائل در زندگی که از دست میدن ولی باز در اون معضل همینطور باقی میمونن. ادریس جان، من میخوام امروز همینطور که گفتم به تماشاگران عزیزمان با مبحث پزشکی شروع کنیم و دلایل پزشکی و جسمی آن را ببینیم که تحقیقاتی که انجام شده از طریق روانپزشکان، نیورولوژیست، دکترهای اعصاب، جراحان و همه کسانی که در جهان پزشکی کار میکنن و میخوام بفهمن که دلیل اصلی کسی که نمیتونه از اعتیاد بیاد بیرون و بسیار سخت بیرون اومدنش، دلیل اساسی اون چیه؟ تحقیقاتی که انجام شده، تحقیقات پزشکی که به وسیله MRI ها و کت اسکن، CT اسکن، آیزوتوپیک MRI، اینا به وسیله عکسبرداری های مغزی هستن که میکنن و از طریق این عکسبرداری های مغزی دانشمندان فهمیدن که در قسمت نخاع در زیر مغز، به اون قسمت میگن بسل النخاع یا ساقه مغز میگن، در اون قسمت مغز انسان هورمون های تزریق میشه و تولید میشه در زمانی که ما به هیجان میایم، خوشحال میشیم. مثلا فکر کنید که دارین فیلم یه فوتبال دارین تماشا میکنید، فوتبال جام جهانیه و دارین تماشا میکنید، مثلا که تاج پرسپولیس دارین، بله پرسپولیس داره بازی میکنه و شما هم خیلی خوشحال هستین و دارین جیغ و داد میکشین. شما طرفدار تاج هستین، خب بهتره کدومو بگم که شما خوشحال استقلالی هستین؟ استقلالی، همه رو گفتین که اینجا. طرفدار هر فوتبالیستی که هستین، شما دارین اون نگاه میکنن و طرف گل زد. اون موقع که گل زد همه دست میکشن و هورا میکشن، هورا هورا هورا، گل گل گل. چی اتفاق توی بدن ما میفته؟ اون اتفاقی که در بدن ما میفته، اون یک هورمون هایی که در داخل مغز انسان وجود داره به نام دوپامین، به نام اندورفین، به نام گابا و به نام سروتونین. این هورمون ها شروع میکنن در مغز به طریق بسیار زیادی عمل کردن و قسمت هایی هستن که به زبان انگلیسی میگن سینپتیک بالب، یعنی مثل لامپ هایی میمونن که مثل ساکشن این هورمون رو میکشن و یه دفعه رها میکنن. در اون موقع در داخل انسان یک هیجان به خصوصی میاد، انگار تو یه چیزی گرفتی، یه چیزی متعلق به توست. این هیجان تو زمانی که تو مثلا رفتی دانشگاه رو تمام کردی، روز آخر تحصیلات، میخوام به تو دیگری تو به تو بدن، تمام اینا رو، این کاغذها رو میخوام به تو بدن، یا در جایی که تو واقعا دوست داشتی استخدام میخوای بشی، این احساسات درون تو میاد، یا میخوای خواستگاری بکنی، این احساسات درون تو میاد. چی میشه در اون موقع؟ ما این احساساتی که درون ما میاد میگن که راه پاداش در مغز، اونجایی است که تو از اون احساس لذت میبری
وقتی که ما این مواد مخدر رو برمی‌داریم، این مواد مخدر در قسمت ساقه مغز یا بصل النخاع، در اونجا در قسمت اون لامپ هایی که به شما گفتم سیناپتیک بابز، اونجا گیر میکنن و اجازه نمیدن که این هورمونی که درست شده حالا بره با اون سیستم عصبی بیرون بیاد، همونجا گیر میکنه میمونه. تو یه هیجان بسیار بیش از حدی میاد، بعد به حالت خلسه، خوشحالی، یک حالتی که حتی خیلی‌ها هستن که وقتی که حشیش برمی‌دارن، ماریجوانا برمی‌دارن، میگن که یه حالت معنوی داشتم، یا اونا که LSD یا ماشروم برمی‌دارن، اون قارچو برمی‌دارن، میگن که اصلا خدا رو دیدیم. بعضی رو دیدم مثلا میگن خیلی میخندن بیش از اندازه. بله. پس اون چی میشه؟ اون در اون زمانی که تو چی اندورفین بیش از حد، سروتونین و دوپامین بیش از حد داخل مغزت همینطور گیر کرده و مونده. حالا چی میشه؟ بعد از زمانهای زیاد، مثلا 6 هفته، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، وقتی تو هی داری این مواد مخدر رو برمی‌داری، مسیر میگن ریوارد برین ریوارد سیستم پاتوی، یعنی اون مسیری که لذت بدنی و نفسی و جسمی میده به تو و از طریق قسمت عاطفی مغزی تو به طرف خودآگاهی تو میره، اون قسمت شروع میکنه ضعیف شدن و قسمت اصلی مغز تو که بهش هایپوتالاموس نامیده میشه، یعنی غده اصلیه که تمام کارهای مغز رو میکنه، اون غده وقتی میگه که اوکی، تو که از بیرون هروئین میگیری، تو که کوکائین میگیری، تو که تریاک میگیری، تو که اون از اون میگیری، من دیگه چرا بشینم اینجا واسط هورمون درست کنم، گبا درست کنم واسط، دوپامین واسط درست کنم، اینا رو من دیگه چرا درست کنم؟ تو که میگیری خودت هم بگیر بخور دیگه. چی میشه؟ هایپوتالاموس، اون غده مغزی که تمام دستورهای اصلی مغز رو میده که به حیات انسان وابستگی داره و به ساقه مغز انسان وابستگی داره، دیگه شروع میکنه تولید نکردن. پس وابستگی شدید شروع میشه، چون اگه تو این هورمون ها رو بدن درست نکنه چی میشه؟ باعث میشه که تو شدیداً احتیاج داشته باشی. علائم خیلی بدی داره که بعد باز درباره اون علائم صحبت میکنیم که به خاطر این علائم که به وجود نیاد، تو اونا رو احساس نکنی، دردهای عضلانی، ترس، تشویش، تمام از اون گریزان از اون علائم باعث میشه که تو برگردی و باز بخوای که اعتیاد رو ادامه بدی. بله، واقعا خیلی قشنگ توضیح دادین و این قسمت واقعا میبینیم که مردم در این مسائلی که دارن میبینیم که به چه حالتهایی باعث میشه که این بعد از اون که این اعتیاد که به وجود میاد، وقتی که اون مواد بهشون نمیرسه، احتمالاً وقتی که اون مغز که شما توضیح دادین اون هورمون رو تولید نمیکنه، باعث میشه در زندگیشون ناآرامی‌ها بیاد، دردها بیاد، آرامش‌ها، تشویش و اینا همه باعث میشه که نتونن اون زندگیشون رو مختل میکنه. در واقع شما میخواین بگین که اون مغز اون چیزایی رو برای ما به وجود میاره ولی در اون اندازه‌ای که بدن ما احتیاج داره، در حد سالمش، در حد کاذب نیست. و هروئین و مواد مخدر اون چیزا در حد کاذب به وجود میاره، به جز این به مغز ما صدمه وارد میکنه، به مخچه صدمه وارد میکنه و فکر ما رو خراب میکنه. یکی از میخوام این سوال باشه که خلق و خوی بی‌ثبات هم در این اشخاص دیده میشه، نه؟ اون شخص معتاد باعث میشه که یه خلق و خوی بی‌ثباتی داشته باشه، مثلا نسبت به پدر مادرشون. دقیقاً. و فقط نسبت به پدر و مادر یعنی والدین نیستن. شخصی که معتاده و کدورت مغزی داره و کدورت روانی و روحی تمام بر اون تاثیر گذاشته شده، این شخص اخلاقاً ثبات نداره، چون چاره‌ای هم نداره. قبل از اون که معتاد بشه اخلاقش ضعیف بود، حالا که معتاد شده بعد از مدتی که دیگه این دواها بهش اون عشق و حال و هوسی که اول میداد دیگه نمیدن، فقط میدن که فقط زندگی کنن. در این موقع این شخص یک شخصیت بسیار بی‌ثباتی میشه، یک شخصیتی میشه که خلق و خوش همیشه در حال عوض شدنه. چرا؟ چون این هورمون‌های مغزی در مغز این بشر، این شخص در نخاع این بشر، این شخص درست کار نمی‌کنه. چی میشه؟ این تمام این ناراحتی‌ها شروع میشه و این ناراحتی‌ها رو من باز در مبحث‌های مختلف
انشالله در هفته‌های مختلف باز درباره اون موضوع صحبت میکنم، که ما تمام قسمت‌های بدن ما مثل سربازهایی هستن که با هم کار میکنن و فرماندار این سربازها مغزشونه. اگه این مغز که فرماندار و سرلشکر و سربده درست کار نکنه، فرمان درست نده، بدن تمام قسمت ها نادرست کار میکنه. اگه سیستم دفاعی بدن باید درست کار بکنه، درست کار نمیکنه. پس اون شخصی که معتاد همیشه حالت سرماخوردگی داره، همیشه حالت عطسه داره، همیشه حالت هایی داره که درسته که بسیار مریض و ضعیفه. ببینیم یک شخصی که بسیار ضعیفه، حالا فکر کنیم تو آدم مریضی باشی، سرماخوردگی، حالا میخوام میگم تو این سرماخوردگی شدید، فلو بسیار بدی گرفتی، پاشو برو سر کار. میتونی بری؟ والا اینجا مجبوریم بریم ولی کلا نمیتونی، ولی واقعا وقتی که میری هیچ قدرتی نداری. بله مجبور نیستی، یعنی نمیتونی کاری انجام بده و بیشتر اون وضعیت بدتر میشه، حادتر میشه. بله شما حالا فکر کنین شخصی که سیستم دفاعی بدنیش دیگه کار نمیکنه و این احساسات تمام 24 در درونش هست، به اضافه ترس، وحشت، اضطراب، نکنه پول نداشته باشم، نکنه هیچی نداشته باشم که برم این مواد رو بخرم، بعد چیکار کنم؟ در این موقع تو 100% در سلطه نفس هستی، دزدی میکنی، همه چیز میکنی که فقط بتونی این ماده رو داشته باشی که چیکار بکنه؟ این هورمون های مغزی رو دوباره در مغز درست کنه که فقط زندگی بکنه. حالا من یه سوال میخواستم بکنم. ما سوالمون این بود که مردم چرا در اعتیاد باقی میمونن؟ اجتماع چقدر تأثیر گذاره؟ بعضی وقتا خیلی میگن که دوستان نابا، اونم اجتماع باعث شد. ولی اجتماع باعث میشه، ولی تا چه حدی؟ تحقیقاتی آیا هست که نشون بده تا چه اندازه؟ تحقیقاتی که شده 40 تا 50% به طبق آمارهایی که گرفتن 40 تا 50% با معتادین که صحبت کردن گفتن که این درصد که فشار اجتماعی باعث شد که من به طرف مواد مخدر برگردم. ولی آیا این فشار اجتماعی واسه همه نیست؟ واسه همه هست. بله. واسه منم هست، واسه شما هم هست، واسه این کارگردانا که الان اینجا وایسادن دارن کمک میکنن که من و شما در خانه این تماشاچیان عزیز باشیم، تمام اینا کار میکنن. پس چی میشه اینجا؟ برمیگردیم به کلمه اولی که درباره اون موضوع صحبت کردیم. خلق و خوی که ثبات نداره. و کسی که خلق و خوش ثبات نداشته باشه چه اخلاقایی داره؟ این اخلاقایی که ما باید درباره اون امروز میخوایم صحبت بکنیم. این دور شخص ها قدرت تصمیم گیری ندارند و این قدرت تصمیم گیری باعث میشه که کار رو به امروز بکشونه. حالا ما میخوایم قبل از اینکه کار رو به امروز به فردا بکشیم یه ویدیو بسیار قشنگی رو میخوایم با هم ببینیم، باز یک کلیپ قشنگی، بعد از اون برمیگردیم و انشالله صحبت ما رو شروع میکنیم. و شنیدم که شما یک مهمان بسیار عزیزی هم امروز آوردین که با ما خواهند شد و ایشون شهادت بسیار زیبایی خواهند داد که ما امید داریم که قلب یه نفر رو در مکانی که این کلمات زیبا رو از خانم عزیزمون میشنون قلبشون رو باز کنن و نجات بیابند. با ما باشین. با ما باشین عزیزم.